درس 65 کتاب نخست هنرستان موسیقی گردآوری روح الله خالقی. این درس شامل 2 آهنگ از آهنگ‌های منطقه گیلان و تالش هست. یکی به نام شوخ و شنگه و دیگری به نام دمویر نازنین. معنای دمویر رو نتونستم پیدا کنم. دوستانی که در مورد هر 2 از این قطعه ها اطلاعاتی دارن یا در مورد شعرش یا اینکه اصالتش چقدر هست و نمونه های اجرایی اون رو اگر داشتن برای ما تلگرام کنن به شماره 2098 912 310 8740 که بعداً به عنوان پیوست به این 2 قطعه بتونیم اطلاعاتی رو اضافه کنیم. اما معنای شوخ و شنگ به فردی گفته میشه که داره رفتاری هست که موجب شادی و شادابی بیننده میشه و خود شنگ نام گیاهی هست که مصرف اون برای بیماری‌های معدوی پیشنهاد شده. نکاتی که باید در این قطعه بهش دقت کنیم، یکی علامت دالسنیو که یک اس با یک خط مورب که از وسطش رد شده و 2 نقطه در بالا و پایینش هست که با علامت اختصاری دی بزرگ انگلیسی نقطه اس هم نشون داده میشه. دال سنیو در زبان ایتالیایی به معنی از نشانه هست و در موسیقی موقعی استفاده میشه که ما یک سری تکرارهایی در طول یک قطعه داریم و بعد میخوایم یک تکرار بزرگتر داشته باشیم و مجبوریم از یک علامتی به نام دالسنیو استفاده کنیم. این دالسنیو در 2 جا قرار میگیره. دومین جا که دیده شد برمیگردیم به قسمتی که اولین بار دیده شده و بعد کل مجموعه رو دوباره اجرا میکنیم. اگر بخوایم در برگشت اون تکرارهایی که بینابین قطعه بوده اجرا نشن، از علامت دالسنیو و زیرش سنسا ریتورنلو استفاده میکنیم به معنی اینکه بدون برگشت ها اجرا کنیم. این سنیو در زبان ایتالیایی همون مثل ساین در انگلیسی هست به معنی نشانه. گاهی هم ممکنه ما بخوایم که از جایی که دالسنیوی دوم رو میبینیم برگردیم به ابتدای قطعه، بعد اجرا کنیم، برسیم تا یک جایی وسط های اون مجموعه، یعنی بین 2 علامت دالسنیو و اونجا قطعه رو به پایان ببریم که حتما در اون لابلا یک فینه می نویسیم به معنی پایان در زبان ایتالیایی و زیر دالسنیوی دوم نوشته میشه دی اس آل فینه، یعنی از نشانه تا جایی که نوشته شده پایان یا فینه. گاهی هم برای تکرارهای بزرگ در قطعاتی که مثلا قطعات جاز یا موسیقی فولکلوری که از این نوع تکرارها زیاد داریم ممکنه از علامت‌های مثل A, B, C, D در جای قطعه استفاده کنیم و بعد جایی که این مورد نیاز هست مثلا می‌نویسیم A تا B تکرار شود یا B تا C. نشانه‌های دیگری هم برای تکرارهای بزرگ وجود داره که در آینده در موردش صحبت خواهیم کرد. نکته بعدی، با توجه به اینکه این قطعه 6/8 یا 2 ضربه ترکیبی هست و هر ضربش یک سیاه نقطه داره، ما چند تا انگاره ریتمیک داریم که در این قطعه اهمیت دارن. یکی در میزان اول دیده میشه و اون سکوت چنگ، 2 دولا چنگ و 1 چنگ هست که 1 ضرب رو تشکیل میدن. ما اگر پا رو تقسیم میکنیم به 3 چنگ و میگیم 1 2 3، در اینجا 1 سکوت شده، 2 به 2 بخش تقسیم شده، یعنی میتونیم بگیم 2 او، 3 هم که سر جاشه. بنابراین 1 رو تو دلمون میگیم و بعد میگیم 2 و 3 2 و 3 2 و 3 2 و 3. همچنین در بخشی که شعر شروع میشه در شوخ و شنگه 1 سکوت چنگ نقطه دار داریم و بعد 1 دولا چنگ و 1 چنگ. ما اگر بیایم پا رو به 6 دسلا چنگ تقسیم کنیم، 3 اول رو در دلمون میشماریم، 4می و 5می رو اجرا میکنیم، 6می هم باز در دلمون هست. خیلی کند میگیم 4 5 4 5 4 5 و بعد اگه بخوایم تندتر اجراش کنیم میگیم سکوت فا. آهنگ شوخ و شنگه
از اوج دشتی شروع میشه، یعنی جایی که ما در ادامه دشتی اگر در دشتی ر قرار داریم با یک دانگ اوج به سمت شور میریم و بعد میتونیم شوری رو تشکیل بدیم در پایین. این شور عیناً شبیه شور اول خواهد بود، ولی چون در منطقه اوج صدای خواننده قرار میگیره بهش گوشه اوج گفته میشه و این قطعه از این اوج شروع میشه و بعد فرود میاد به خود دشتی و نهایتاً در انتهای قطعه به شور برمیگرد. اما قطعه دمویگر نازنین در فضای شهناز شور هست و در دشتی نیست، اما یک جوابی در لابلای قطعش میبینیم که احتمالاً آقای موسی معروفی یا آقای روح الله خالقیون رو اضافه کردن یا آقای زرین پنجه و این جواب به نظر من ارتباط خوبی نداره، چرا که جوابی هست که ما رو به سمت دشتی میبره با فضای شهناز که این قطعه درش قرار گرفته مطابقت نداره. دانگ هایی که در این قطعه به کار رفتن دانگ شور ر میکرون فا سول، دانگ شور سول میکرون سی بمول دو، دانگ دشتی دو ر می بمول فا، همزمان دانگ شور دو ر کرون می بمول فا، دانگ ر میکرون فا سول و بعد دانگ شور سول لا کرون سی بمول دو هست که اینها به عنوان دانگ هایی که در گوشه اوج به کار میرن استفاده میشن. کوکتار دو سول ر، سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیونر کوک شده. مایه نما سی بمول می بمول لا کرون، دو 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 فا دو سیل سول، سی 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 فا سی لاس فا، سو سو سول دو سول فا ره، ره سول ره دو سی دو ره، فا میر می فا میر دو، فا میر می فا میر دو، ره می فا ره، سو فا می فا ره می فا می فا می فا می فا می فا می فا ره دو سی دو ره دو سی دو ره دو سی دو سی لا سول ره دو سی دو ره دو سی دو ره دو سی دو سی لا سول. کل این قسمت دوباره اثر تکرار میشه. بعد دفعه دوم دو سی لا سول سول لا سول سی لا سول سی دو ره دور سی دو ره دو سی لا سول سی دو ره دور سی دو ره دور سی لا سول دو سی لا سول سول لا سی دو ره فا می ره دو سی لا فا سول سول لا سول سی لا سول سی دو ره دور سی دو ره دور سی لا سول دو سی لا سول. ابتدا از اوج دشتی میخوایم فرود بیایم به دشتی. میگیم سکوت دو 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 فا راست چپ راست فا از سیم زرد میاد، دو هم با انگشت سوم از سیم اول، دو سیل سول که این سی بلا رو میتونیم با تکریز وصل کنیم، دو سیل، یا کتاب خواسته ریز باشه که البته چون در این کتاب تکریز کلا تعریف نشده به این دلیل هست، میتونیم با ریز پر هم البته این رو اجرا کنیم، دو سیل سول سکوت سی فا، همون پنجه آغازین داره یک پله عقب‌تر اتفاق میفته از سی بمول، سی راست چپ راست فا سی لاس فا. اینجا انگشت دوم قرار میگیره رو سول
باز پنجه اول، پنجه آغازین 4 پله پایین‌تر از سل میخواد اتفاق بیفته. سکوت، سل سل سل، دو اسیم زرد، دو سل فا. فا رو ریز میدیم، میایم روی می بمول سی زرد و بعد روی ره ایست میکنیم. سل فا ره. میریم بالا، فرود به دشتی میخوایم بکنیم. سکوت، ره ره ره، راست چپ راست، سل ره دو سی دو ره، روی ره ایست میکنیم، دشتی ره. انگشت سوم میاد رو فا، میگیم سکوت، فا 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 میر می فا، فا میر دو. تکرار میشه. دفعه دوم میگه فا میر دو ره 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 می فا، که این ره ره راست چپ بود. ره ره می فا، ره ره می فا، ره. سو فا چپ راست، می ره می فا، ره 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 ره می فا، ره. این با دسته ره کرون میشه. ره دو سی دو، ره دو سی دو، ره دو سی دو، دو سی لا سول، ره دو سی. تکرار جمله بی. جمله بی همین بود که از ره دو سی بود. ره دو سی دو، ره دو سی دو، ره دو سی دو، دو سی لا سول. همین جمله بی تکرار میشه و بعد برمیگردیم از ابتدای قطعه، چون علامت دال سنیور رو میبینیم. تکرار که شد بعد میگیم دو دو سی لا سول، سول لا سول. انگشت اول میره رو سول که آهنگ دمویار نازنین رو اجرا کنیم. سول لا سول. دوم میره رو سی، سی لا سول. با ریز پر میریم به سمت دو، سی لا سول. انگشت اول میره رو سی، سی دو ره دور. میبینیم که این در شهناز شور واقع میشه روی نوت دو. شور ما سول هست، شهناز روی دو ایجاد میشه. سی دو ره دور. ریز داریم از دو به ره. سی دو ره دو. دوم میاد رو سی، سی لا سول. سول هم کسیم زرده. این مجموعه دوباره تکرار میشه. سی دو ره دور، سی دو ره دور، سی لا سول. به این و قسمت اول میگیم جمله A که در انتهای قطعه هم باز این رو میبینیم در یک اکتاف به همتر اجرا میشه. دو سی سی لا سول. این هم ادامه جمله A بود. سی فقط اومد انگشت سوم. دو سی سی لا سول. میریم بالا میگیم سول لا سی دو. همون جوابی هست که گفتیم کمی بی ربطه چون میره به سمت دشتی. سول لا سی دو ره دو سی راست چپ راست، دو ره فا می ره دو راست چپ راست، سی لا فا سول. این فا از دانگ به عنوان خارا استفاده میشه. ره می کرون فا سول در شور. و دوباره جمله A یک هنگام بمتر اتفاق میفته. سول لا سول، سی لا سول، سی دو ره دور، سی دو ره دو، سی لا سول، دو سی سی لا سول. قطعه رو به سرعت 90 اجرا میکنیم. 1 2